اکای عبدوواکوس یوسوفی بدهیم. مرحمت معلم، بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم و رشته کلام را به شما میدهیم. تشکر به التفاتتان. معلم، البته به شما من چند سوال ها تیار کردم و سوال یکم این است که گرچنده از اشعار شما از نزدیک شناس هستم ولی باز برای اینکه به بینندگان باز هم معلوم تر گردد سوال اولینم را با چنین سر میکنم. جاویدانه دل بستن شما به ادبیات در چی است؟ راستی گپ ادبیات را یک قوه، یک جاذبه سحرکارانه هست. همین جاذبه ناگزیر بسیار وقت آدم را به سوی خود میکشد و از جمله مرا نیز همین قوه، همین جاذبه وقتی به سوی خود کشیده و آموزش شناسشوی با اشعار گذشتگان، با اشعار سعدی و کمال و حافظ و بدل و غیره ها به قدر مرا به آغوش خود کشید که دیگر از این خود را جدا کرده نمیتوانم و همین طور ادبیات یک جزو زندگی من بلکه خودی زندگی من شد. رحمان معلم، یعنی شما گفتنی هستید که معلم دل بستنم آسان بود و دل کندنم آسان نگشت، گشتم جدا اما جدا دل استنی جانان نگشت. بگذار این یعنی پیوستگی شما به ادبیات تا مادامی که شما در روم هستید زندگی میکنید بگذار بماند. معلم، به هواداران شعر میخواستم که شما فرق بین نظم و شعر را گشوده میدادید. بسیار سوالی به مورد است. راست گپ بسیار واقع می شود که به نظم و به شعر یکگونه نگاه میکنند و همین چیز بسیار وقت باعثی آن شده که چیزهای بسیاری را با نام شعر فروریز کنند، منظوری عام کنند. این چی معنی دارد؟ راستی گپ به این سوال جواب دادن در چنین قالب یک صحبت تنگ دشواری ها دارد. فقط من عنصرهای اولین، بعضی چیزهای اولین نش را به اندازه که خود میفهمم بیان میکنم. نظم این کلامی موزون و قافیه‌ناک است، یعنی هر سخنی که بگذار سخنی مقرری باشد، بگذار سخنی عادی باشد، لیکن وزن و قافیه داشته باشد، این الکی نظم است. اما برای آنکه نظم شعر شود، شعر اصیل شود، شعر ناب شود، باز شرط های بسیاری هست که بعضی از آنها را میتوان نام برد. اول اینکه شعر بغیر از عنصرهای اولین نظم، یعنی بغیر از وزن و قافیه، باز خیال شاعرانه، صمیمیت یا اینکه درد شاعرانه، معنی بکر و صنعت‌های بدیعی به آن موافق را تقاضا میکند. یعنی معنی برجسته و بکر در قالب‌های زیبا شعر می شود. و دیگر اینکه ملک الشعرا بهار میفرماید شعر آن باشد که جوشد از دل و خیزد ز لب، باز در دلها نشیند هر کجا گوش شنفت. این چنین معنی دارد که یک شرط شعر آن است که گوینده یعنی شاعر وقتی گفتنی این یا آن شعر چه احساس در دل داشت یا در کدام حالت که بود، به شنونده یا به خواننده شعر همان احساس عیناً نقل یابد، یعنی همان حالت شاعر را خواننده هم از اثر گذراند. دیگر اینکه برای فرق شعر از نظم، فرق یا اینکه فرق شاعر از ناظم باز در چیز بسیار است. در یگانگی صنعت‌های بدیعی، معنی، موافق آمدن همه اینها و باز خلاصه شرط‌های بسیاری است. بسیار نظم معلم. البته به گفت شما فرق بین نظم و شعر را در یک مورد معین گشوده دادن مشکل است. به هر حال گشوده دادین معلم. وقتی که من از اشعار شما میخواندم و نسبت به درنوشته شما خوانده بودم، 4 مصرع شعر شما اولش البته به خاطر مانده است که چنین سر میشد. البته این چنانه که شما گفتید نظم نیست، این شعریت داره، شعر است. امشب به یاد دی پدر افزون گریستم، از چشم چون صراحی بس خون گریستم، بس گریه ها که در دل من جمع گشته بود، با این بهانه آن هم اکنون گریستم. به نهایت این شعر شما به من معقول گشته بود. من میخواستم که شما این شعر را، نه نظم، این شعری خود را به بینندگان البته به بعضی ها به جای تسلی و بعضی مخلصان اشعار خوانده میدادید. این شب به یادت ای پدر افزون گریستم،
از چشم چون سراحی بس خون گریستم، بس گریه ها که در دل من جمع گشته بود، با این بهانه آن همه اکنون گریستم. آمد بهار و میسه یادت به دل دمید، شدگار و کیشت دیده تو را یاد میکنم. بی تو به زندگی منی تنهاستم بسه، از سرنوشت دیده تو را یاد میکنم. بی تو مرا به زندگی پشت و پناه نیست، بی تو مرا به زندگی جز اشک و آه نیست. دنیا چی و جوانی چی و چیست زندگی، بی تو همه به ارزش یک پری کاه نیست. ها باشی جفت ران دهدم یاد جفتی تو، غم جفت گشته آهی المناک میکشم. ایامی جوکنیست کلندت بکار نیست، بر فرق آرزوی دلم خاک میکشم. دردی تو تازه میشود از بس که بعد تو، هر کودک به زندگی بر من پدر شده. محتاجی های زندگی بی تو مرا بکشت، داغی تو باز در دل من تازه تر شده. آن سله سفید تو واگشته از سرت، در آسمان یاد من ابری سفید شد. گورانه دراز تو در جوی یاد من، از آب اشک تر شد و سبزید و بید شد. بسیار احمد معلم، شعر اصیل برآمده است. من با این شعر شما گویا همدرد می شوم، یعنی همدرد شده میگویم که راهی که روم دوام راهی پدر است. نوگی قلمم تیغ سلاحی پدر است، در زندگیش پدر بس آه کشید، در آه کشم دوام آهی پدر است. رحمت معلم بی نهایت شعر اصیل برآمده است. معلم اگر شعرهای شما را کسی اگر بخواند میبیند که به همه ژانرها شما قریب که شعر نوشته اید، ولی باز من پرسیدنیم که شما اساسا به کدام ژانرهای شعر دل بسته اید و به کدام نمود ژانرها شعر می نویسید؟ راستی گپ من که اصلا چندان بسیار نمی نویسم و حاضر بالاتر درباره نظم و شعر گفتم. این نوشته های من هم یک هوس هست، از این رو طبیعی است که چندان از نگاه ژانر هم شعرهای من بای نیست، یعنی با قسمی از ژانرهایی که در ادبیات ما معمول بود شعر گفتم. البته از نوشته های من پیش از همه اندک نمایانترش، یعنی اون ژانری که با آن بیشتر شعر گفتم غزل است، چون که از خردیم غزل را بیشتر از یاد میکردم، بیشتر به غزل اعتقاد و اخلاص دارم. و دیگر مربع است که در شکل‌های مربع است که در ادبیات امروز ما بسیار معمول شده. اینچنین گاه گاه از شکل‌های ژانرهای دیگری شعری نیز در ژانرهای شکل‌های دیگری شعری نیز چیز نوشتم، انا غزل، قطعه، بعضی روبایی، دو بیتی و گاه گاه بعضا مخمسی مستقل نباشد هم بر غزل‌های شاعران امروز یا بر شاعران گذشته مخمس بندی کردم، از جمله بر غزل‌های صایب، بر غزل لایق، من از شاعران جوان بر غزل نرزالله و غیره. اینچنین در شعر نوهای شعر نمایی یا اینکه شعر آزاد نیست بعضی شعرها گفتم. همین قدر است. رحمان معلم. بینندگان عزیز ببینید که اکای عبدوواقوس چگونه غزل‌های روان می‌نویسند و از خواندن غزل‌های اکای عبدوواقوس هر ایجادکار، هر یک شخصی که به شعر دل داده است گمان میکند که اکای عبدوواقوس هم سبق و هم نشین کلاسیکان گشته باشند. گویا که آن کس مهمان امروزی ما اند و از دورهای گذشته امروز زندگی داشته باشند. آن کس ببینید که باز مخمس هم می نویسند، مخمس یعنی ایجاد میکنند. حاضر شاعران به فکرم نسبت مخمس به فکرم اگر دانند هم چیزی ایجاد نمی کنند. این یک برتریت اکای عبدوواقوس استاد ما اند. اکنون اکای عبدوواقوس سوالی دیگری به شما دارم. این سوال من این است که به دلها نقش بستن اشعار یک شاعر یعنی شعر یک شاعر از چی وابستگی دارد؟ الکه به خیال من قسما در این باره بالاتر استاده گذاشتم، یعنی جایی که گپ درباره نظم و شعر می رفت، وقتی که شعر واقعا شعر باشد، شعر اصیل باشد، شعر ناب باشد،
ناگزیر به دلها نقش میبندد و این به بسیار عاملها وابسته است. عامل اول را چخیلی که گفته بودم معنی بکر و برجسته است، معنی خاطرمان و ناتکرار است، بازیافت شاعرانه است که به دل و خاطرهای مردم راه مییابد و نقش میبندد. لیکن بغیر از این از جمله شرطهای دیگری شعر صنعت‌های بدیعی است که شعر را زیبا میکند، آراسته و پیراسته میکند و باعثی دلکشتر، برجسته‌تر، خوشمعنی‌تر شدنی شعر می‌شود. البته درباره نوع‌های صنعت‌های بدیعی اینجا گفته ایستادن حاجت نیست به آن معنی که درباره این صنعت‌ها، وظیفه‌های آنها، طرز و روش‌های آنها عصرها باز گذشتگان ما جلد جلد کتاب آفریدند. فقط من همین قدرش را گفتنیم که از صنعت‌های بدیعی به مانند تشبیه و تلمیح و استعاره و تضاد و مانند این شعر آب و رنگی تازه می‌یابد. من اینجا همین را در نظر دارم که بسیار از صنعت‌های بدیعی هست که نه فقط باعث زیبا شدن شعر می‌شود، بلکه باعث معنی را باز هم برجسته‌تر افاده کردن می‌شود. این را در گذشته نیز صنعتی اعجاز می‌گفتند، یعنی در لفظی کم بیان کردن معنی بسیار. مثلا من در نظر دارم صنعتی تلمیح را که با اندک اشاره با قرینه شاعر میتواند معنی‌های بسیار را افاده کند. فرض کردیم ببینید بیت سعدی را: نصیحتگوی به حاصل ترنج از دست نشناسد، در آن منظر که چون یوسف جمالی خویش بنمایی. آنی که قصه یوسف و زلیخا را میداند واقعی ترنج، واقعی دست زنان مصر انگشتی خود را بریدن آنها را میداند، اصلی هدف شاعر را زود درک میکند. یعنی من با این گفتنیم که همین صنعت‌های بدیعی بجز از زیبا کردن، بجز از آراسته کردن شعر، برای نهایت برجسته افاده شدن آن نیز یک نقشی بزرگی دارند. رحمان معلم، 4 مثل شعر شما هم که به نهایت به یاد من، یعنی به دل من اثر کرده بود و به یادم نقش بسته بود. در خاطرم است که شما گفته بودید: ای عشق پرشتاب تو را یاد میکنم، ای پای در رکاب تو را یاد میکنم، حیف جوانی های من و مستی های من، ای ساغر شراب تو را یاد میکنم. البته نه تنها من بلکه هر یک شخصی که نسبت شعر شوق و هوس دارد، البته این گونه شعرهای شما به یادش البته نقش میماند. معلم، البته در واقع ما از همه بیشتر شما میدانید که کدام جوانها بیشتر به شعر شغل دارند، نسبت این ژانر عمل میکنند، یعنی شعر مینویسند. نسبت همون جوانها کم در به ما میگفتید، به بینندگان میگفتید و کدام جوانها شعرهایشان را به شما نشان دادند، شما استادی کردید، میگفتید کم در بسیار هم ناز میشد. واقعا در دهی ما در واروخ یک زمره شعرگویانی اصیل هستند. البته قریب خرد و کلان از این جمله جمال الدین نرزالله بر این کسان را میدانند. شعرهای جمال الدین، شعرهای نرزالله الکی در بین مردم یک آبروی پیدا کرده است و غیر از آنها نیز از جوانها باز کسانی هستند که شعر می نویسند. الکی شعرهای آنها چی به واسطه مطبوعات، چی به واسطه رادیو منظور عام شده استاده است و کس از این خرسند می شود. از جمله آنهایی که وقتهای آخر، از جوانانی که وقتهای آخر شعر آنها در بین جوانان، عموما در بین مردم راه یافته استاده است، من شعرهای پیروجان، شعرهای نصرت الله آدم را بسیار شاد می کند که در آخران در مجله استقبال چاپ شدن شعرهای پیروجان برای همه ما یک مژده خوبی بود. بینن ناز معلم، اکنون نسبت همین جوانها که حاضر بسا زندگی مشکل گشته است، میدونید که کدامهشان ایجاد میکنند، یعنی دوام میدن، کدامهشان نه. اکنون این را راستیگه پیشگویی کردن دشوار است. فقط همین که آنی که در دل او عشق هست، قطع نظر از دشواری های زندگی، قطع نظر از مرکبی های روزگار و به مقصد میرسد. همه گپ در سری عشقی تمام، عشقی کامل است. چون که اگر عشق ناتمام است، همه چیز
ناسره میابد. خیلی که خواجه حافظ میگوید زیشقی